سلام عزیزای دلم، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز میخوام چند تا نکته رو در مورد هوش هیجانی توضیح بدم. خیلی از دوستان سوال داشتن که هوش هیجانی یعنی چی؟ اگر شما این آیتم هایی رو که من الان اینجا توضیح میدم چند تا از این آیتم ها رو داشته باشید، یعنی اینکه شما از هوش هیجانی بالایی برخوردار هستید. اگر که میتونید با دیگران همدلی کنید، دیگران رو فقط به خاطر خودشون دوست داشته باشید، یکی از آیتم های هوش هیجانی هستش. مراقب حرف زدنتون هستید، همینجوری سرسری حرف نمیزنید، هرچی از دهنتون در بیاد نمیگید. مراقب هستید، حرف رو تو دهنتون به قول معروف میچرخونید، بعد اون حرف رو بیان میکنید. یکی این هستش. یکی دیگه از این که از آیتم های هوش هیجانی این هستش که شما از تغییر استقبال میکنید. همینطور که تو لایو جرأتمندی گفتم، تغییر درد داره. اگر شما اون درد تغییر رو پذیرفتید و شروع به تغییر کردن کردید، خودش یکی از آیتم های هوش هیجانی هستش. یکی دیگه از اینها صبور بودنه. آیا صبور هستید یا عجولانه تصمیم میگیرید؟ بعد یک کاری رو انجام میدید، بعد میایید میگید آها قبلش بعد این کار رو میکردم. اگر صبورانه میایید بررسی میکنید همه چیز رو، تجزیه و تحلیل میکنید، حتی اگر یک جای فردی با شما اومد یه حرفی زد که ناراحتتون کرد، خب اگر اول اومدین تجزیه و تحلیل کردید و بعد اومدین جواب اون آدم رو دادید، خب قطعا اگر شما عجولانه تصمیم بگیرید شاید منجر به یه دعوا بشه، به یه مشاجره بشه. ولی زمانی که میایین این رو صبورانه بررسی میکنید، تجزیه و تحلیل میکنید، از خیلی از درگیری ها و تنش ها میتونید جلوگیری کنید، فرصت تجزیه و تحلیل رو به خودتون میدید. یکی دیگه از آیتم های هوش هیجانی اینه که شما کارتون رو از دیگران بهتر انجام میدید. کاری که انجام میدید به نحو احسن انجام میدید. و یکی اینکه دوست دارید پیشرفت کنید. خب دوست دارید پیشرفت کنید، ولی با خودتون میگین اوکی پیشرفت میکنم ولی خب حرکت میکنم رو به جلو، ولی نه اینکه 100% بی‌نقص باشید. چون اگر قرار باشه شما فکر کنید که باید 100% شما بی‌نقص باشید، میشه چی؟ مثل افرادی که کمالگرای افراطی هستن و هیچ وقت اقدام نمیکنن. پس زمانی که میان حرکت میکنید رو به جلو و دوست دارید پیشرفت کنید ولی میدونید که یه سری نقص ها هم تو کارتون هست، اونجاست که ما میگیم شما یکی دیگه از آیتم های هوش هیجانی رو دارید. افکار و احساساتتون رو میتونید بیان کنید با قاطعیت کامل. افکار و احساساتتون رو بیان میکنید و اینکه آیا دیگران در مورد من چی فکر خواهند کرد ندارید. پس اینها مهم هستش. حتی هوش هیجانی با رابطه زن و مرد، زن و شوهر، زوجین ارتباط مستقیم داره. اگر شما از هوش هیجانی بالایی برخوردار باشید، زمانی که همسرتون عصبانی هست درکش میکنید و اون لحظه متوجه هستید که الان اون تو چه شرایطی هستش. میتونید از باز هم میگم از یک درگیری رابطه‌ای جلوگیری کنید. اگر همسرتون عصبانی است و شما هم با عصبانیت جوابش رو بدید، خب قطعاً این شاید منجر بشه به خیلی از اتفاقات بدتر و تلختر. امیدوارم از این چند نکته استفاده کنید و اگر نکاتی هم که شما میدونید به کپشن برای من بنویسید، خوشحال میشم.